السلام علیکم بینندگان و شنوندگان عزیز. بهار آمد ز عمرم، باز یک سالی دیگر بگذشت. تمامی زندگی آهسته از پیشین نظر بگذشت. 2020 گسیل میکنیم. 2021 خدا خواهد با دو دست پیشی بر با حرمتانه پیشواز میگیریم. هر یک سال موفقیتی خودش است، کمبودی خودش است. از 2020 بسیار امید داشتیم که 2020 سالی عالی جناب میشد، جنگ ها نیست میشد، سالی صلح میشد. صد افسوس که اولی سال بسیار وزنین آمد. دهقانای عالی جناب، کارگرای عالی جناب، کارگرای نظامی عالی جناب، دکتران، طبیبان عالی جناب، آوازخوانای عالی جناب، نوازنده های عالی جناب، رقاص و رقاصه های عالی جناب، تمامی انسانیت و بشریت که بای دادیم، از دست بای دادیم. بسیار انسان های خوبه. صد افسوس. روحشان شاد با، جاشا جنت با، زنده ها ایمانی با، سلامت عمری با برکت بینیم. دعای نیک کنیم. دعا می سبزاننده گناه آدم. دعای نیک کنیم که آخری کار بخیر شد. آخری سال خدا خواهد نقش داده است. 2020 آخرش نقش داده است. طفلای نو به دنیا آموزاده اند. انمونها به پای قدم باشند و دیگر جنگ نشود. دیگر این خیل ویروس ها رود که ویروس رود دیگر بر نگردد و زندگی عالی جناب شود. تمام دنیا خیلی رفت آمد شود، دادگیری شود و تمام راهبران با خدا انصاف دهد، خلق عالی جناب زندگی کنند. 2021 امیدم کلان است که سالی عالی جناب میشد و از خدا طلب میکنیم که من همین جهاد همین که اقدر نفس این چیزا رو داده نشده یک دیگر احترام کنیم. مثلا ما همچون صنعتکار، همچون آوازخوان پزمان شدم، مخلصانه من 7 ماه 8 ماه باز برنامه نکردیم. خانه با مشق میکنیم، خدا ما مشق میکنیم، خدا ما گوش میکنیم. خدا خود برنامه نو کرد سادیم. این خدا خود این برنامه 2021 باید که مخلصانه به پیشکش کنم. تمامی ساحه تمام دنیا، از آن جمله تاجیکستان عزیزی من با پامیری تو و یا بخشانی، کولابی تو و یا رشتانی، از سوختی یا زرفشانی، جانم استی چو تاجیکستانی. تاجیکستان عزیز برداریم، نامش تمام دنیا با بلند برداریم، پرچم بلند برداریم. برای این پرچم بلند برداشتن فقط متحد شویم، یک دیگر احترام کنیم، حرمت کنیم، انسانای پیش قدم عزت و احترام کنیم. تمام مردم دعا کنیم که زندگیش عالی جناب شود و خدا خواهد 2021 باز ماه دکبر به یک دیگر علمی دعای نیک کرده تشکر بگیم. 2022 هم عالی جناب پیشواز گیریم.